تماشابینان گرامی قدر، یک دو سال پیش وقتی که سفر به شهر استانبول کردیم از دیگر فرودگاه فرود آمده بودیم. امروز خوشبختانه در فرودگاه نوی استانبول فر آمدیم. شمالا استانبول موی سرم پریشان کرده. السلام علیکم بینندگان عزیز. نمایش سوم برنامه از دوروهای دور رو از شهر استانبول منظورتون میگردانیم. خدا را شکر که ساق و سلامت در فرودگاه شهر استانبول فرود آمدیم. بینندگان عزیز، فرودگاه شهر استانبول به نهایت کلان است. از داخل به بیرون قریب 4 کیلومتر قدم زدیم، بعد بیرون اومدیم. به نهایت کلان است. فرودگاه نوی استانبول ساختمانش را 9 ایون سال 2014 آغاز کردند و 29 اکتبر سال 2018 یک قسمتش را به اتمام رساندند. در نقشه است که اگر این فرودگاه به پورگی به اتمام برسد تا سال 2030 کلانترین فرودگاه در روی دنیا به شمار می رود و در یک سال این فرودگاه تا 200 میلیون مسافر را قبول کرده می تواند و در این فرودگاه تا 350 خطر فعالیت میکند. تاکسی. Abi selam aleyküm. Aksaray'a götürürsün. Tabii, evet, buyurun. Selamat başın. بینندگان عزیز، هنگامی که به ترکیه سفر میکنید و در تاکسی سوار میشوید حتما با آینه پیش راننده نظر کنید. تاکسیمترش در همین جا است. با رقم های سرخ راهکار شما در آینه پیدا میشود. از فرودگاه تا مرکز شهر استانبول 45 کیلومتر راه است. راهکار ما 120 لیر با پول ترکی، با پول سامانی 220 هم شد. گوش ما کشیدم دیگه دیگه در تاکسی سوار نمیشم. راهکارهای تاکسی استانبول به نهایت قیمت هستند. بعضی راننده ها اگر بیند که سیاحید در یک راه کوتاه راهکار قیمتی زر را از شما میگیرند. برنامه را تماشا کنید. کمتر پس راههای آسان و ارزان نقلیات مسافرکش را به شما نشان میدهم. اکنون بینندگان عزیز به نقطه پولی وصل می‌داریم و دلار را با پول ترکی عوض میکنیم. این زمان 100 دلار آمریکایی به 556 لیر ترکی برابر است. تماشابینان عزیز، اکنون ما صاحب پول ترکی شدیم، یعنی که لیر. اکنون یکان کلبه ویرانه یافتن در کار، شب را روز کردن در کار. شمالا استانبول سرک ما ویران کرده. بینندگان عزیز، از این میوه‌خانه پرسان شدیم. یک شب عروض کردنش 2200 سومانی. ارزانی بده. 2200 سومانی چیه؟ هیچی. در تمام مرکز شهر استانبول قریب که خانه‌های استقامتی وجود ندارند. از زیاد بودن سیاحان فقط میمانخانه و مغازه را ساختند و تمام. همین قدر میمانخانه بسیار یک میمانخانه قیمت نمیآید که بریم یک دم بیغم بزنیم. این میمانخانه‌ش هم به حدی بد ارزان. یک شب روز کردن 2500 سومن. 2500 سومن چیه؟ هیچی. بینندگان عزیز، این میمانخانه‌ش هم 1200 سومانی. یگان میمانخانه قیمت نیست که بریم یک راحت کنیم در ترکیه.
هر هفته در کوچه های شهر استانبول نمایش های لباس های ترکی می شود که مردم آمده تماشا میکنند. Здравствуйте. О, очень приятно. Давно хотите, что ли? بیا بریم مهمانخانه بکنیم که امشب در کوچه